اولا با آموزش آواز شروع کردیم. پیدایشش اونطور که میگن از کشور اسپانیا بوده. خاطر جان شاگرد عزیز. گیتار انواع داره با توجه به سبکی که انتخاب میکنید. هر کدوم از سیم ها هم اسم و عدد دارن. وقتی میگیم سیم می رو بزن منظورمون این دوتاست: دو، ره، می، فا، سل، لا، سی. بیننده های عزیز و نازنین، امروز که بعدش میگفتم که امدیم در مؤسسه نوای آشنا اینجا از هر احتمالات موسیقی که بوده اصل تدریس میشه و ما یعنی در کنار یک گیتاریست خیلی موفقی که شما خودم هستی، خانم هما اکرمی. هما جان سلام، وقت بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر، خوش آمدید. تشکر هما جان. و میتونی بعد از ما بگی که چند وقته که موسیقی را شروع کردی؟ خود چند سال میشن؟ موسیقی رو حدوداً فکر کنم 12 سال فکر کنم بشه که شروع کردیم. من از بچگی همراه خواهرام خیلی کوچیک بودیم شروع کردیم. خاطرم البته 3 سالی هست که داره کار میکنه. موسیقی رو به صورت اصولی شروع کردیم، یعنی ما طبق کتاب نوت‌های موسیقی که توی هر جای دیگه استفاده میشه شروع کردیم. اولا با آموزش آواز شروع کردیم، یعنی اول نبوده که ساز رو شروع کرده باشیم. اول با آواز، سولفژ و تئوری موسیقی شروع کردیم. یه مدت بعد از اون که گذشت تصمیم گرفتیم که هر کدوم از خواهرها، یعنی من و خواهرام، هر کدوم یه ساز رو انتخاب کنیم که بنا شد. حالا طبق سلیقه من گیتار انتخاب کردم. گیتارم حدوداً فکر کنم 8 سالی میشه که آموزش دیده بودم. چند سالی هم هستش که حالا من بعد از اینکه آموزش دیدم، هنوزم البته در حال آموزشم، چون موسیقی کلا چیزیه که بعد همیشه انتها نداره. انتها نداره، واقعا نداره. همیشه آدم بعد دنبال یادگیریش باشه. دیگه حالا توی مدتی که خودم دنبال یادگیری بودم شروع کردم به آموزش و تدریس. بله. بس فقط نوازندگی یا خواندن هم؟ گیتار کلا سازیه که شما هم میتونید من حیث یک تنها نوازنده بنوازید یا اینکه هم بنوازید و بخونید، یعنی سازی که محدودیت نداره. بعد در کل شامل چند بخش میشه؟ مثلا یک شنیدم که فلامینکو میگه چیزا؟ گیتار انواع سبک داره: فلامینکو، پاپ، کلاسیک، فینگر استایل، اینا که هر کدومش هم حالا پای اساسشون یکیه، چون همه اینا هر کدومشون یه نوتی دارن، یه اسم و یه صدای مشخصی دارن. از یه جایی به بعد که روند تغییر میکنه، حالا مثلا تا یه حدی که رسیدین بعدش مشخص میکنید که میخواید چه سبکی کار کنید. پاپ یا کلاسیک. میگیم بگی گیتار مختص یک کشور میشه، مثل میگی در برای فقط مربوط هزارها میشه. گیتار میگیم همچنان بگیم؟ گیتار نه، ساز جهانیه. یعنی پیدایشش اونطور که میگن از کشور اسپانیا بوده. منتها الان فقط اسپانیا نیست دیگه، همه کشورها هستش، حتی افغانستان، ایران، همه جا هستش. برای همین یه محدودیت خاص نداره. دقیقاً. بعد چند سال میشه که خودت میخوایی آموزش بدی؟ فکر کنم 4 سالی. 4 سال؟ 4 سال، 4 و نیم سالی بشه. تا حالا چند شاگرد داشته؟ اگه بخوام طبق لیست حضور غیابای قبلی نگاه کنم، تا الان فکر کنم بیشتر از 100 تا شاگرد داشتم. بعد اسمش چیه؟ خاطر جان شاگرد عزیزم، کوچکترین هنرمندیه که پیش ما هستش. چند سال با هم کار میکنیم و میتونم بگم که بچه ها اگه از سن کوچیکی شروع کنن به یادگیری موسیقی خیلی بهتر، آسان‌تره، چون اون موقع هستش که هنوز اون اشتیاقشون برای یادگیری هست، زمانش رو دارن. میتونم بگم که خاطره بهترین هنرجویی بوده که تا الان داشتم. خاطره جان چند ساله ای؟ 10 ساله ای؟ چند سال میشه گیتار شروع کردی؟ 3 سال میشه؟ از استاد راضی؟ بعض وقتا که یاد نمیگیری چه خیلی تو مثلا تنبیه نه؟ بعض وقتا که تنبیه که یاد نگیری؟ برای مثلا تمرین بیشتر کمکم میکنه. بعد وقتی که خواستی موسیقی شروع کنی که تو حمایت کرد؟
مامان. مادری؟ پدری چی؟ اونم خب حمایت کرد ولی مادرم بیشتر. مادر بیشتر حمایت کرد. بعد این 3 سال چقدر یاد گرفتین فکر منی؟ یاد از دوستا چی پرسان کنم؟ 3 سال خب خاطره اینطوریه که حالا بیشتر جاها خود گیتار رو که بخوان یاد بگیرن با نوت شروع نمی کنن. یعنی کلا توی این آموزشگاه سازهای پیانو، ویولون، گیتار چیزی که هستش بر اساس کتاب کار میشه، بر اساس نوت کار میشه. خاطرم توی این چند سال با آموزش و یادگیری نوت و موسیقی، تئوری موسیقی شروع کرده به یاد گرفتن و خاطر الان هم میتونه نوت بزنه، یعنی نوت بزنین جلوش میتونه بزنه از روی نوت. علاوه بر نوت که میشه ملودی نوازی و اینا، خاطره آکورد و ریتم رو هم کار میکنه. کم کم میخوایم ملودی نوازی پاپ هم شروع کنیم. خیلی عالی، انشالله که انشالله موفق باشی. خب آهنگ سیمین ولی رو بخونم بزنم. سیمین ولی گل کردی آری، از ماه و گل زیبا سری آری، همچون پری افسون گلی آری، دیوانه روی از منم چه خواهی دگر از من، سرکشه کوی از منم نداری خبر از من، هر شب که من در آسمون گردد ایام زمان که چون بود من به او رازدم که با من چه ها کردی به جانم جفا کردی، همدان و همجانانه ای اما در دل دری افسانه ای اما ناز من بیگانه ای اما آزرده‌ام خواهی چرا تو ای گل زیبا، افسرده‌ام خواهی چرا تو ای آفت دلها. دوستا از همه جان میپرسیم که گیتار در کل چند نفسه؟ گیتار انواع داره با توجه به سبکی که انتخاب میکنه. گیتار کلاسیک و پاپ که میشه این، گیتار آکوستیک، گیتار جاز، الکترونیک، همه اینا هستش. حالا این بخشی که ما داریم کار میکنیم گیتار کلاسیک و پاپ. کلاسیک و پاپ. بعد درباره تارهایش کم معلومات کوتاه از میگید؟ گیتار از چند بخش تشکیل شده: دسته گیتار، سردسته گیتار و بدنه. کلا گیتار هم 6 تا سیم داره. 3 تا سیم پلاستیکی که ما بهش میگیم تریپ، 3 تا سیم فلزی که ما بهش میگیم باس یا بیس. هر کدوم از سیم ها هم اسم و عدد دارن، اسم شماره مخصوص به خود داره. یعنی ما نمیگیم سیم این سیم یا این سیم یا این سیم، میگیم سیم اول یا می، سیم 2 سی، سیم 3 سول، سیم 4 ره، سیم 5 لا و سیم 6 می. پس یعنی میگیم وقتی میگیم سیم لا رو بزن منظورمون این سیمه، وقتی میگیم سیم می رو بزن منظورمون این دوتاست. حالا با توجه به اینا توی قسمت سردسته ما هر کدوم از این قسمت ها یه بخشبندی داره خب که بهش میگن فرت. میگن فرت اول، فرت دوم، فرت سوم، فرت چهارم. اینجا جداسازی هر قسمتی که ما هر قسمت رو میگیریم یه صدای متفاوت میده. یعنی فرت اول به اینجا میگیم فرت اول، فرت اول سیم اول صداش با فرت سوم فرق میکنه که هر کدوم از این فرت ها هم که ما میگیریم یه صدای جداگونه میده. هر کدومش هم یه اسم مخصوص به خودش رو داره. کلا موسیقی 7 تا الف باست: دو، ره، می، فا، سول، لا، سی. صداهایی که توی اطراف هستش حول همین 7 تا حرف میچرخه منتها با فرکانس های مختلف. بعد چی تغییر میشه که مثلا از فلت اول یک رقم صدا داد، دوم یک رقم صدا داد؟ اینا همش ارتعاشات سیماست. بله، یعنی حالا ما این قسمتی هم که داریم توی سردسته به اینا میگن گوشک، باعث میشه که سیما رو بتونیم شل و سفت کنیم. شل و سفت کردن سیما برای کوک کردنش، چون گفتیم هر سیم اسم مخصوص به خودش رو داره، یعنی صدای مخصوص به خودش رو هم داره. اگه این سیم صدایی به غیر از این بده یعنی میگیم فالشه، اصطلاحاً فالش.